امروز میخوام براتون هشبای سوخاری درست کنم. ببین چه پنیری هم داره، اونم البته با بادمجون. اول یک رو بادمجونتون رو تو آب جوش بپزید، بعد اینجوری سر و پوستش رو بگیرید، 2 انگوش پایینتر از سر بادمجون برشش بزنید و هشباییش کنید. حالا داخل یه پیاز رو خالی میکنیم به این شکل. نوبت قسمت هیجانی کار میرسه. توی پیاز رو پر از پنیر گودا یا چدار بکنید. بادمجون رو حسابی آردمال بکنید و بزنید توی تخم مرغ و توی آرد سوخاری خوب بغلتونیدش. حالا پیاز هم همون مراحل آرد و تخم مرغ و سوخاری رو براش میریم و این شکلی میذاریم سر بادمجون. اینجا خیلی نرم و نازک بذاریدش تو روغن.